سلام به همه شما عزیزان. ممنون که وقت میذارین و به این وبینار توجه میکنین. وبیناری هست که در مورد کارهایی که شما لازم انجام بدین 1 سال قبل از اینکه بخواین مدارکتون رو بفرستین و اقدام بکنین برای ادامه تحصیل در خارج از کشور باید انجام بدین. این وبینار اون مسائل رو مورد بررسی قرار میده. مطالبی که اینجا مطرح خواهد شد حاصل 3 تا وبینار گذشته است که از طرف گروه موفقیت تحصیلی روی فیسبوک برگزار شده. تعداد زیادی پرسش و پاسخ با کسایی که توی وبینار شرکت داشتن انجام گرفته و خلاصه اونها رو من سعی کردم در این وبیناری که الان تقدیم شما میکنم قرار بدم. با ملحق شدن به گروه موفقیت تحصیلی روی فیسبوک میتونین مطالبی رو که در گذشته قرار دادیم مطالعه کنید، یاد بگیرید و در این حال از وبسایتی هم که سمت چپ پایین سمت چپ قرار دادم، همینجا shoreshafei.com، میتونید اونجا هم مراجعه کنید و با خوندن مطالب وبلاگ به هر حال بر اطلاعات خودتون در مورد ادامه تحصیل در خارج از کشور اضافه بکنید. امیدوار هستم در آینده اگر این وبینار براتون مفید واقع بشه، وبینارهای رو ترتیب بدیم برای موقعی که 6 ماه مونده به اپلای کردن، 3 ماه مونده به اپلای کردن، چه کارهایی باید انجام بدیم. و در این حال علاقه‌مند هستم با اون دوستانی هم که سال اول یا دومشون هستن، اومدن مثلا در خارج از کشور ادامه تحصیل رو شروع کردن، با اونها و برای اونها وبیناری برگزار بشه تا به هر حال بتونیم یک جورهایی تجارب خودمون رو انتقال بدیم. اولش در ابتدای وبینار میخوام یک سری اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار بدم در مورد یک تاریخچه کوتاهی از اینکه به هر حال ما از کجا آمدیم و به کجا رسیدیم و مثلا هدف از این وبینار چی خواهد بود. دور و بر سال 2007 خودم که خارج از کشور اومدم تعداد زیادی ایمیل از دوستان میگرفتم از جاهای مختلف کشور و خیلی علاقه‌مند بودن بدونن که به هر حال این مسیری که من طی کردم چجوری بود. واقعیتش اینه که غیر از یک تعداد محدودی از دانشجویان یا یک تعداد محدودی از دپارتمان ها توی ایران، یادم مثلا فیزیک شریف یا یه سری جاهای دیگه، واقعا بقیه ما اونقدر اطلاعات در دسترسمون نبود و یه جورای کورکورانه اپلای کردیم. به همین خاطر وقتی اومدم اینجا یکی از اولین کارهایی که کردم یک مقاله رو نوشتم به اسم ادامه تحصیل در خارج از کشور، چرا و چگونه. این مقاله توسط دوستان من پخش شد و خوشبختانه خبر دارم در ایران توسط تعداد بسیار زیادی از افرادی که علاقه‌مند به ادامه تحصیل هستن مورد استفاده قرار گرفته. از تهران تا بوشهر و بندرعباس و کردستان و سیستان و بلوچستان من ایمیل هایی داشتم که مثلا بیشتر از من اطلاعات میخواستن. به نظر میرسید موفق بوده حداقل یک مقدار ایده ها رو در مورد کسایی که میخوان برای کسایی که میخوان ادامه تحصیل بدن این ایده ها رو در اختیارشون قرار بده. هر چقدر که گذشت و با رواج بیشتر اینترنت من و به هر حال بقیه احساس میکردیم که اطلاعات بیشتر مفیدتر در اختیار دوستان هست، میتونن ازش استفاده بکنن. کافیه به وبسایت دانشگاه مراجعه بکنن، کافیه یک نامه‌نگاری یا ایمیلی بفرستن و بگیرن تا به اطلاعات دقیق و درست دسترسی پیدا بکنن. اما متاسفانه برخلاف اون چیزی که ما تصور میکردیم، گسترش اینترنت با گسترش شایعه پراکنی هم همراه بود. متاسفانه هر کسی هر تجربه شخصی رو که داشت سعی میکرد به هر حال یک جورهایی بهش عمومیت بده و این تجارب شخصی خیلی وقتها تجارب کلی نبودن، نادرست بودن و باعث ضرر و زیانهای خیلی زیادی می شدن. بنابراین خلاف اون تصوری که ما داشتیم که دیگه با وجود اینترنت مثلا به من، دوستان من یا کسان دیگه که به هر حال هر ایرانی که اومده خارج از کشور کمک کرده و بقیه که بیان، واقعا به این کمک‌ها احتیاج نخواهد بود. متاسفانه تصور اون برعکس از آب در اومد و به خاطر حجم زیادی از شایعه پراکنی‌هایی که وجود داشت ما تصمیم گرفتیم گروه موفقیت تحصیلی رو شروع بکنیم با این نیت که اون نیمه پنهان موفقیت رو، اون تجاربی رو که خودمون ازش داریم در اختیار بقیه قرار بدیم. واقعیت اینه که وقتی اومدیم اینجا ما تعداد خیلی زیادی دانشجویان رو از کشورهای دیگه می‌دیدیم که مثلا اومدن امریکا ادامه تحصیل بدن و وقتی مقایسه می‌کردیم با سیل عظیم آدم‌های با استعدادی که میتونن مثلا بیان اینجا از این فرصت و از این امکانات استفاده بکنن در بارور کردن توانایی‌هاشون، در اضافه کردن به اون، در بالفعل رسوندن اون پتانسیلی که دارن، ما همیشه سوالی که از خودمون میپرسیدیم این بود که ما چطور میتونیم کمک بکنیم به این همه آدم‌های با استعدادی که این توانایی رو دارن، نمراتشون خوبه، درسشون خوبه، ولی
اون اطلاعاتی رو که برای موفقیت، مثلا برای گرفتن پذیرش یا موفقیت در دوران تحصیلشون اینجا لازم دارن و بهش دسترسی ندارن، ما چطور اون اطلاعات رو در اختیارشون قرار بدیم. هدف از گروه موفقیت تحصیلی این بود. خوشبختانه در یک سال گذشته هم با مطالب خیلی زیادی از طرف دوستان متخصص خیلی زیادی که نوشته شده، من فکر میکنم حداقل برای اعضاش به طور نسبی موفق بوده. اما بعد از یک مدتی نیاز احساس شد که به هر حال وقتی برای 2-3-4 هزار نفر ما می نویسیم، هر بار که یک مطلبی نوشته میشه واقعا برای یک عده خاصی مفید خواهد بود و همه نمیتونن ازش اونقدر استفاده بکنن. بعضی کیس ها به یک بررسی های جزئی تر و دقیق تری احتیاج داشتن. بعضی ها سوال ها و دل مشغولی هایی داشتن که سوال ها و دل مشغولی های بقیه نبود. بنابراین در ادامه تصمیم گرفتیم که به هر حال خدمات مشاوره رو هم راه بندازیم که تو این خدمات مشاوره ما 5 تا سرویس اصلی رو در قالب مشاوره برای ادامه تحصیل در خارج از کشور به اون کسی که مثلا علاقه‌منده ارائه می‌کنیم. با این ایده شروع کردم که به هر حال اولین کاری که ما باید واقعا براش انجام بدیم اینه که تغییر ذهنیت در اشخاص صورت بگیره. تغییر ذهنیت با میخوام یک مقدار روش توضیح بدم. یکی این که تعداد خب ما که ایران بزرگ شدیم، واقعیت اینه که به مقررات ایران، به اون مدلی که ایران کار میکنه عادت داریم و بر اساس اون ذهنیتی که از کار کردن توی ایران و قوانین و مقررات توی ایران داریم یک نتیجه گیری هایی میکنیم و اون نتیجه گیری ها رو برای اینجا مثلا امریکا، کانادا، اروپا، استرالیا، مالزی، جای مختلف به کار میبریم و معمولا این تعمیم دادن ذهنیت در ایران و استفاده از اون برای اپلای کردن در خارج از کشور به یک سری مشکلاتی میکشه. بنابراین یک چیزی که من علاقه‌مند بودم در کسانی که باهاشون کار میکنم ایجاد کنم اینه که واقعا که اینجا چجوری کار میکنه، روال چجوری هست. دومین مسئله که توی تغییر ذهنیت توی خدمات مشاوره مطرحه، پیدا کردن یک ذهنیت حرفه‌ای که تو شخص متوجه بشه که چه چیزهایی رو مثلا لازم آماده بکنه، چه چیزهایی رو باید بلد باشه، با هر چیزی روی کردش باید چه جوری باشه، مدارک مختلف به چه دردی میخورن، چه تعبیری ازشون میشه، چه جوری میشه اونا رو انتخاب کرد، چجوری میشه مثلا به بهترین شکل ممکن در حقیقت اونا رو انتخاب کرد. بنابراین اولین سرویسی که توی مشاوره من ارائه میدادم تغییر ذهنیت به یک تغییر ذهنیت حرفه‌ای بود که شخص بر اساس اون رویکرد حرفه‌ای بتونه در اقدام برای ادامه تحصیل در خارج از کشورش موفق باشه. دومین سرویسی که در اختیار مشاوره کسی که مشاوره میگیره قرار میگیره اینه که به هر حال بهش کمک میشه مدارکش مشخصاً CVش، SOPش به بهترین شکل ممکن به یک فرم حرفه‌ای آماده بشه. در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد اینکه چه دانشگاهی میره، کدوم شهر رو انتخاب میکنه، چه ایالت‌هایی بهترن و بهتر به هر حال شما در نظر بگیرید که هزاران مؤسسه مثلا تحقیقاتی توی امریکا وجود داره، صرفا توی امریکا، که شما امکانش رو دارین در هر کدوم از اینا ادامه تحصیل بدین. کدوم رو برین بهتره، کدوم مناسب‌تره، تجربه هایی رو در اختیار شما اینجا قرار میدیم که به هر حال اون انتخاب رو برای شما راحت‌تر بکنه و در عین حال به هر حال این مشاوره به شما کمک میکنه که به طور حرفه‌ای، به طور دقیق و با ادبیاتی درست با افرادی که علاقه‌مند هستین، مثلا استاد راهنمایی که می‌خواید باهاش کار بکنین، در ارتباط باشین. چرا که مثلا خودم شخصا اعتقاد دارم متن ایمیلی که می‌نویسین، مدلی که خودتون رو معرفی می‌کنین، کلماتی که به کار می‌برین اهمیت خیلی زیادی داره. بنابراین این سرویس هم در اختیار مشاور شونده قرار می‌گیره. در این حال خودم خوشبختانه اقبال این رو داشتم که به شبکه بزرگی از متخصصین ایرانی در خارج از کشور در رشته‌های مختلف وصل باشم. وقتی که این مشاوره صورت میگیره در زمانی که لازم باشه از این آدم‌ها، از این نیروهای ورزیده، از تجربهشون، از توانایی‌هاشون و از اطلاعاتی که دارن استفاده میشه تا به هر حال اون پکیج اپلیکیشن شما، اون بسته‌ای که باید آماده بکنید که شامل نمرات تافل و GRE و CV و SOP همه اینا هست، به بهترین شکل ممکن آماده بشه. خیلی وقتا پروسه اپلای کردن پروسه‌ای هست پرفشار، پر استرس. شما از بعضی جاها جواب ریجکشن میگیرین، بعضی جوابتون رو نمیدن، کاراتون درست پیش نمیره و خیلی از اتفاقات مختلفی ممکنه بیفته که روش شما خیلی فشار زیادی رو وارد بکنه. در این موارد به هر حال سرویس به هر حال از طرف کسانی که این مسیر رو رفتن
این حمایت‌های روحی و ذهنی از شما میشه تا به هر حال بتونید به ذهنتون نظم بدین و برنامه‌ریزی که برای شما انجام شده رو پیش ببرین. و در این حال کاری هم که من توی مشاوره انجام میدم اینه که غیر از زمان‌هایی که با هم صحبت می‌کنیم که معمولاً هفتگی خواهد بود، بقیه ارتباطات به انگلیسی خواهد بود. اگر نامه‌نگاری میشه، اگر کامنتی روی سی ویتون میدم، اگر هر اتفاق دیگه میفته به زبان انگلیسی خواهد بود. بنابراین در طول زمان من مشاهده کردم با کسایی که باشون کار میکنم مدل ارتباطشون به زبان انگلیسی کاملا فرق میکنه و بعد از یک مدت کاملا در ارتباط برقرار کردن به طرز حرفه‌ای یه جورایی مستقل میشن. این در پاسخ به یک سری از سوالهایی بود که بچه‌ها در وبینارها در مورد مشاوره پرسیده بودن که چه سرویس‌هایی کلاً ارائه میشه. اما همین سرویس ها رو اگر خودتون بخواید مثلا این ذهنیت ها رو پیدا بکنید، مدارکتون رو انتخاب بکنید و مثلا زبان انگلیسیتون روانتر بشه، هر چیزی، اینو چجوری خودتون میتونید کسب بکنید، این مسئله‌ای هست که من توی این وبینار میخوام دربارش صحبت بکنم. هدف این وبینار چیه؟ هدف این وبینار همینطوری که اینجا میبینید تبدیل پروسه اپلای از یک فرایند استرس‌زا به یک ماجرای آموزشی. من کلمات اینجا رو با دقت انتخاب کردم و روی هر کلمش میخوام یک مقدار توضیح بدم. واقعیت اینه که اگر ما مدت زمان محدودی رو برای اپلای کردن در نظر بگیریم، مثلا خیلی از ما این تصور رو داریم که 2-3 ماه قبل از مثلا اینکه ددلاین ها فرا برسه زمان مناسبیه. واقعیتش اینه که مثل یه تیم فوتبالی که احتیاج داره به اردو بره، مثل یه تیم فوتبالی که احتیاج داره تمرین بکنه و احتیاج داره به یه هماهنگی برسه، بعد از اردو در بیاد و وارد مثلا بازی ها بشه، فرآیند اپلای هم برای شما همین جوریه. شما باید یک چندین ماه رو صرف آماده کردن خودتون بکنید، صرف آماده کردن مدارکتون بکنید، صرف آماده کردن ذهنیتتون بکنید، صرف یافتن اطلاعات دقیق و درست بکنید و پس از اون مثلا در اون زمانی که موقع مسابقه است، تو اون 2-3 ماه آخر، فقط به قصد مسابقه وارد بشین، به قصد ارتباط برقرار کردن با دیگران و اون شناختی رو که حاصل کردین و اون مدارکی رو که آماده کردین اونجا به استفاده برسونید. بنابراین هدف از این وبینار اینه که به شما بگه این فرایند پر استرس، این فرایند پر فشار در صورت زمانبندی و برنامه‌ریزی درست میتونه به یک ماجرای آموزشی تبدیل بشه. ماجرا رو استفاده کردم اینجا چون واقعا این میتونه یه ماجرا باشه، صرفا خبر بدی یا اتفاقای ناخوشایند لازم نیست بیفته. این میتونه به یک اتفاقی تبدیل بشه، یک ماجرای در زندگی شما تبدیل بشه که خبرهای متفاوتی بشنوین، یه دفعه اتفاقی که فکرشو نمی‌کردین بیفته، یه دفعه جایی که انتظارشو نداشتین بهتون خبر بدن و انواع و اقسام اتفاقاتی که من خودم شاهد بودم برای دوستانم یا برای کسایی که باهاشون کار کردم افتاده. همین مثلا من با یکی از دوستان کار میکردم، با یکی از اساتید نامه‌نگاری کردیم که ما به کار با شما علاقه‌مندیم. ایشون جواب داد من پوزیشن ندارم الان، ولی حالا یه کامنتی داده بود، ما کامنتشو مثلا با یه شوخی جواب دادیم توی ایمیل و بعدش اونقدر توی از این به این مکالمات علاقه‌مند شده بود که گفت من پوزیشن ندارم، ولی مثلا با این عزیزی که باش کار میکردم پیغام داده بود که من میخوام با شما بیشتر آشنا بشم و تو این فرآیند اپلای میخوام بهتون کمک بکنم، چیزی که واقعا خودمون توقعشو نداشتیم. در این حالی که این پروسه میتونه ماجرا باشه، باید آموزشی هم باشه. واقعیت اینه که کارهایی که شما میکنید، زحمتی که شما میکشید فقط برای این چند ماه نخواهد بود. اگر شما یاد بگیرید که چجوری یک سی وی بنویسید، اگر شما یاد بگیرید که هدف از مثلا استیتمنت آف پرپس چیه و چجوری بنویسین، در آینده وقتی مثلا ازتون کاور لتر میخوان برای شغلی که میخواین اقدام بکنید، اون فرآیند رو خیلی راحت‌تر میتونید طی بکنید. اگر الان یاد بگیرید مثلا چجوری سی وی بنویسید یا چجوری سی وی آماده بکنید، فقط کافیه در آینده تغییرات کوچک توی سی ویتون بدین. کاری رو که الان شما قراره یاد بگیرین به یک پروسه آموزشی تبدیل بکنید، پروسه آموزشی که به شما کمک میکنه با یک ذهنیت حرفه‌ای تمام اتفاقهای آموزشی و غیر آموزشی زندگی آیندهتون رو با دید حرفه‌ای پیش ببرید. برای اینکه این پروسه از یک فرایند استرس‌زا به یک ماجرای آموزشی تبدیل بشه، شما باید چند تا نکته مهم رو در نظر بگیرید. اول نکته‌ای که اینجا میخوام دربارش صحبت بکنم، واقعیت اینه که مسئله اول از همش مهمتر زمانه. به همین خاطرم از الان مثلا که خیلی از بچه‌ها هنوز دارن برای 2015 اپلای میکنن، من این وبینار رو گذاشتم برای آمادگی برای پذیرش توی 2016، به خاطر اینکه واقعیت اینه که اگر شما میخواین این پروسه
ماجرای آموزشی باشه شما باید یک مقدار به خودتون زمان بدین برای اینکه یک سری مهارت‌ها رو یاد بگیرین. همین که یاد بگیرید به طور حرفه‌ای چطور با یک استاد راهنما در تماس باشید، ایمیل رد و بدل بکنید، چه چیزا رو استفاده بکنید، چه چیزا رو استفاده نکنید. و در این حال که باید یک سری مهارت‌ها رو یاد بگیرید، باید یک مقدار شناخت هم کسب بکنید از دنیای آکادمیک خارج از کشور، از مدلی که کار میکنه، از مدلی که شما میتونید به طور مؤثر و مفیدی اپلای بکنید. همه اینا هم مهارت‌ها و هم شناخت لازمش زمانه. به همین خاطر یک زمان کاملا مناسبی رو برای این پروسه باید در نظر بگیرید. همونطور که من اینجا شروع کردم، به نظر من 1 سال قبل از اینکه بخواید پذیرش بگیرید این پروسه باید شروع بشه. در این حال شما باید یک مقدار خیلی زیادی کار انجام بدید. شما باید برای امتحان تافل آماده بشین، شما برای امتحان جیاری آماده بشین و ممکنه امتحان اول جیاریتون اونقدر که فکر میکنید خوب از آب در نیاد و نمرات تافل و جیاری اونقدر مهم هستن که اگر امتحانتون خوب از آب در نیامد یا خیلی خوب از آب در نیامد، شما نیازمند فرصت هستید که این فرصت رو در اختیار خودتون قرار بدید و دوباره مثلا برای جیاری یا دوباره برای تافل بخونید. اگر 1 ماه قبل اپلیکیشن ها یا ددلاین ها بخواید این کارو بکنید، واقعا احتمال اینکه بتونید به موقع خودتون رو برسونید، احتمالی که بتونید خودتون آماده بکنید بسیار کم خواهد بود. بنابراین اگر به خودتون زمان بدین، خیلی بهتر و مفیدتر میتونید همه این کارهایی رو که تعدادشون هم اصلا کم نیست به بهترین نحو ممکن انجام بدین. بنابراین زمان پارامتر شماره 1 هست که به شما کمک کنه یک فرایند پر استرس رو به یک ماجرای آموزشی تبدیل کنید. نکته دوم که من واقعا شک داشتم که ببینم این نکته رو شماره 1 بذارم یا شماره 2 بذارم، اینه که از کی مشورت میگیریم. خواه ناخواه در این پروسه اپلای برای شما تعداد بسیار زیادی سوال پیش میاد. شما که قرار نیست هر سال اپلای بکنید، بنابراین این سالی که شروع میکنید به اپلای کردن تعداد بسیار زیادی سوال برای شما به وجود میاد. از این گرفته که از کجا شروع بکنم تا روزی که مثلا پذیرش میگیرین و کارهای ویزا رو که میخواین پیش ببرین. واقعیت اینه که تجاربی که من کسب کردم از صحبت با دوستان وقتی با من صحبت میکنن و تجاربشون رو انتقال میدن، منو به این نتیجه رسونده که در این وبینار تا میتونم تأکید بکنم از اینکه مواظب باشید که از کی مشورت میگیرید و برعکس جاهای دیگه من ازتون درخواست میکنم که در مورد کسانی که ازشون مشورت میگیرین و حرفایی که میشنوین اصل رو بر عدم اعتماد بذارید. یعنی تا مطمئن نشدین از منابع مختلف معتبر که حرف یا گفته‌ای که به شما زده میشه درست واقعیت داره، اون گفته رو نپذیرید. واقعیت اینه که بر اساس تجربه‌ای که داشتم در کار کردن با آدم‌های مختلف در رشته‌های مختلف بسیار زیاد اتفاق میفته و امیدوارم برای شما هم اتفاق نیفته، ولی این درصد احتمالش خیلی بالاتر از اینه که فکر میکنید که راهنمایی‌های غلط ممکنه برای سالها شما رو از رسیدن به اهدافی که دارین باز بداره. بنابراین اصل رو بر عدم اعتماد بذارین و مواظب باشین از کی مشورت میگیرین، از چه کسی مشورت میگیرین و مطمئن باشین اون حرفایی که بهتون زده میشه رو به وسیله منابع معتبر میسنجین. مثلا اگر در مورد دانشگاهی به شما اطلاعی داده میشه، وبسایت اون دانشگاه بهترین راهه. در این حال اگر میخواین از کسی سوال و جواب بپرسین، بهترین کسی اینه که مثلا اگر دوست نزدیکی دارین، آشنای نزدیکی دارین که در خارج از کشور، به هر طریقی به مؤسسات آکادمیک وصله، از وجود ایشون استفاده بکنین. به خاطر اون دلسوزی که داره احتمالاً سعی خواهد کرد بهترین اطلاعاتو به شما برسونه، یا اگر نتونست اون اطلاعاتو برسونه، به هر حال از یه نفر جواب سوالها رو خواهد گرفت. در این حال که بازم تاکید میکنم که خودتون باید مطمئن بشین که جوابی که میگیرین درسته. خیلی وقتها اطلاعات غلط، راهنمایی‌های غلط شانس شما رو در گرفتن پذیرش میگیره. بذار اینجا به یک نکته اشاره بکنم. واقعیت اینه که 5% فرایند اپلای دست ماست و 95% دیگهش رو چیزهایی تعیین میکنه که در دسترس ما نیست. مثلا سال 2008 که بحران اقتصادی امریکا رو فرا گرفته بود، اتوماتیکی کسایی که به دلیل حجم بالای بیکاری تعداد علاقمندان برای اومدن به دانشگاه‌ها زیاد شد و به همین خاطر مثلا ظرفیت برای پذیرش اینترنشنالات قاعدتاً کم میشد و رقابت بالا. اونا چیزایی نیست که ما تعیین میکنیم. 5% این پروسه دست ماست و ما باید تمام سعیمون رو بکنیم که این 5% رو به نحو احسن انجام بدیم تا شانسمون رو توی 95% بقیه هم
زیاد بکنیم. یکی از مسائلی که تو این 5% خیلی باید بهش اهمیت بدین که حرف هایی که میشنوین. یکی از مسائلی که به هر حال اینم اشاره بکنم اینجا جدیداً منو نگران میکنه، کامنت هایی که مثلا روی گروه موفقیت تحصیلی روی بعضی از پست ها گذاشته میشه و واقعا منو نگران میکنه، به خاطر اینکه من شک ندارم که بسیاری از کامنت ها متاسفانه وقتی نگاه میکنی تجربه شخصیه و یک قانون کلی نیست، هرچند که در مسئله مثلا پذیرش گرفتن از یک دانشگاه خارجی قانون کلی وجود نداره، ولی باز هم یک چیزهایی هست که میشه بهش اعتماد کرد و یک مقدار بسیار زیادی اطلاعات، شایعات وجود داره که نباید بهشون اعتماد کرد. مثل اینکه درسته که یک روالی وجود داره که یک استاد چینی ممکنه علاقه‌مند باشه که یک استاد دانشجوی چینی رو بگیره یا هیچ حرفای شبیه این، ولی واقعا این یک نرم نیست و حرفای از این دست میتونه کاملا فرایند اپلای کردن شما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. تأکید میکنم مواظب باشید که از کی مشورت میگیرید. یکی از کسایی که 100% نباید بهش اعتماد بکنید آدم بدبینه، از آدمی که انرژی شما رو میگیره، از آدمی که منفی بافی میکنه، از آدمی که میگه کار نشدنیه، از آدمی که میگه سخت، غیر ممکنه، نمیشه، یه کار دیگه بکن. واقعا دوری بکنید. اگر هدف اینو دارین که دانشتون رو، تواناییتون رو برای کمک به خودتون، برای کمک به جامعهتون، برای به هر دلیلی که دارین افزایش بدین، اگر هدفتون رو معقول تعیین کردین، قدم ها رو سنجیدین، راهتون رو برید، دنبال هدفتون برید. از آدمی که انرژی شما رو میگیره و در این راه کمکی به شما نمیکنه استفاده نکنید و بهش اعتماد نکنید. یک مسئله دیگه اینه که شما نیازمند این هستین که زمان کافی رو به خودتون بدین که یک ذهنیت پروفشنال یا همونطور که ترجمه فارسیش هست حرفه‌ای پیدا بکنید. این که واقعیتش اینه که یاد بگیرید که چطور کار میکنه خارج از کشور، مثلا پروسه آکادمیک چجوریه. شما اگه بسیاری از جاها ممکنه تجربه شخصیتون باشه، به اساتید ایمیل زده باشین و اون جوابتون رو داده باشه که من واقعا ممکنه به کار کردن با شما علاقه‌مند باشم یا بخوام شما رو در نظر بگیرم، ولی دوست عزیز، دانشجوی محترم، شما باید بدونی که به هر حال هر چقدرم که من علاقه‌مند باشم پروسه اپلای کردن شما باید مثلا از گریجویت اسکول بگذره. شما باید به خودتون زمان کافی بدین که یاد بدونید چطور سیستم کار میکنه و وقتی که متوجه شدین که این سیستم چجوری کار میکنه و بر چه اساس هایی تصمیم گیری ها انجام میشه، اون موقع که متوجه میتونید با تسلط به اون سیستم بهترین تصمیم ها رو برای خودتون بگیرید. مثلا بعضی از دوستان رو میبینم که مثلا ریجکت میشن و بعد میخوان ایمیل بزنن به استاد راهنما و شکایت بکنن که یا به من فیدبک بده یا بگین چرا منو رد کردین. اصلا استاد راهنما ممکنه توی کمیته شما نباشه و ممکنه شما برای یه ترم دیگه با همون استاد شانس پذیرش گرفتن داشته باشین، ولی با اون ایمیل نشون میدید که نمیدونید که چه خبری، چیزا چجوری کار میکنه، پروسه آکادمیک، پروسه پذیرش گرفتن چجوری کار میکنه و در کل همون یک مقدار شانسی رو تو اون 5% دارین کاهش بدین. بنابراین زمان کافی و وافی به شما این امکان رو میده که یک ذهنیت پروفشنال پیدا بکنید. مسئله بعدی، خب خیلی به طور طبیعی شما باید مدارکتون رو آماده بکنید و این مدارک اینجایی که مثلا کلی اگر بخوام بگم در مورد همه رشته‌ها تقریبا صادق باشه، نمره زبانتون هست برای اینکه جایی که شما رو استخدام میکنه، دانشگاهی که به عنوان دانشجو میخواین بهش ملحق بشین، مطمئن بشه که میتونن با شما کامیونیکیت بکنن، میتونن با شما در ارتباط باشن. یکی دیگه، به هر حال ما از دانشگاه‌های مختلف فارغ التحصیل شدیم، درس‌های مختلف رو گذروندیم، با اساتید مختلف درس گرفتیم. واقعیتش که نمره من و نمره شما از یک درس توی یک رشته ممکنه متفاوت باشه، ولی باز هم لزوما مقیاس خوبی برای مقایسه ما دوتا نباشه. نه بهترین روش موجود، اما فعلا در حقیقت اینجوری بگم، نه بهترین روش ممکن، ولی بهترین روش موجود اینه که همه با یک امتحان استاندارد سنجیده بشه توانایی هاشون. پس فلسفه جیاری اینه که همه آدم ها رو فارغ از اینکه از کجا اومدن، کجا درس خوندن، با یک ست امتحانات استاندارد بسنجن. این کار رو برای کمیته پذیرش دهنده خیلی راحت تر میکنه. بنابراین باید شما به خودتون زمان کافی بدین که مدارکتون رو از جمله نمرات امتحان تافلتون و خودتون رو برای تافل و جیاری آماده بکنید و نمرات خوبی از تافل و جیاری بگیرید. شما در این حال باید به خودتون زمان بدین، متوجه بشین سی وی به چه معناست. خیلی بچه‌ها مرتب سی وی و رزومه رو قاطی میکنن. سی وی یه چیز متفاوته، رزومه یه چیز متفاوته. اون چیزی که بعد شما آماده بکنید سی ویه که رکورد یا
به هر حال نوشته تمام کارهای آکادمیک و تمام کارهای تحقیقاتی و تمام کارهای مرتبط به اونا رو شما باید توی سی ویتون مثلا ذکر بکنید. و در این حال توی سی وی باید مثلا به 2 نکته توجه بکنید، یکی فرمت، یکی محتوا. شما باید همونطور که در شکل سمت راست میبینید باید بسیار سیویتون خوانا باشه، باید سکشن های مختلف از هم جدا شده باشه، باید به طرز واضحی بشه تاریخ ها رو دید و هر اطلاعاتی رو که من به عنوان مثلا کسی که میخواد به شما پذیرش بده یا مدارکتون داره بررسی میکنه دنبالش میگردم توی سی وی شما، باید به راحتی بتونم پیدا بکنم بدون اینکه لازم باشه خط به خط بگردم. اگر بخوام کامنتی چیزی روی سی وی شما بذارم باید به اندازه کافی فضای سفید توی سی وی شما باشه که من به مشکل بر نخورم. باید مرتب نوشته شده باشه و بسیار خوانا باشه. غیر از اینکه فرمت سی وی مهمه، اینکه چجوری نوشته میشه، واقعا محتوای سی وی هم بسیار بسیار مهمه. اینه که شما چه سکشنایی مینویسین، تو هر سکشن چی مینویسین و چجوری مینویسین، کدوم سکشن ها اول قرار میدین، به چه چیزایی بیشتر بها میدین، خودش مسئله بسیار مهمه. برای یاد گرفتن اینا شما به زمان احتیاج دارین. در این حال خیلی از دانشگاه‌ها به شما میخوان استیتمنت آف پرپس بنویسین. هدف از استیتمنت آف پرپس چیه؟ بدون شک نوشتن چیزهایی که شما قبلا توی سی ویتون نوشتین نیست. شما باید یاد بگیرید که به هر حال یک داستان در مورد خودتون بنویسین و توی SOPتون به خوبی نشون بدین که دقیقاً شما هدفتون، حتی اگر هم مشخص نباشه، ولی بعد توی SOPتون نشون بدید که شما هدفتون از این که برای این دانشگاه و برای این رشته اپلای میکنید کاملا واضحه و برای خودتون از حرام الشمس اونقدر واضح و مشخص که بتونید توی یک داستانوار به اونها، به اون کمیته که مدارک شما رو بررسی میکنن بقبولونین. در مورد ایمیل باید به 2 نکته اشاره بکنم. اولا اگر ایمیل آکادمیک ندارین، مثلا دانشگاه نیستین، از جیمیل استفاده بکنید، از هیچ ایمیل دیگه غیر از جیمیل استفاده نکنید. جیمیل پذیرفته است، جیمیل رسمی، خیلی از خود اساتید خودشون اکانت جیمیل دارن. و در عین حال وقتی که نامه‌نگاری میکنید با افرادی، مثلا توی اون کمیته بررسی کننده یا گریجویت اسکولی که مدارک شما رو بررسی میکنه یا با یک استاد راهنما مکاتبه میکنید، یاد بگیرید که چجوری باید ایمیل بنویسین، باید با چی شروع بکنید، هدف از ایمیل نوشتن چیه، آیا چقدر قراره درباره خودتون صحبت بکنید، چقدر قراره در مورد استاد صحبت بکنید، چطور میخواین که کار خودتون رو به کار استاد ربط بدین. همه اینا مسائل مهمیه که باید در نوشتن ایمیل لحاظ بکنید. و همینطور که دقت میکنید از همین اسلاید، تافل، جیاری، سی وی، SOP، ایمیل ها، همه اینها اگر واقعا میخواین خوب انجام بشه، به نحو ممکن انجام بشه، به طریقی که اون 5% شما رو بهینه بکنه، اون 5% که واقعا وظیفه شماست و شما روش کنترل دارین، زمان میخواد و این زمان 2-3 ماه قبل از اپلای کردن نیست. الان باید شروع بکنید تا برای این چیزها آماده باشید. مسئله بعدی که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که به هر حال شما باید به خودتون زمان بدین. واقعیتش اینه که آره، برای اکثر ما اولویت پذیرش گرفتن، کاملا میپذیرم. انتخاب ها و امکاناتی مثل شهر، دانشگاه و استاد تو اولویت دوم، سوم، چهارم و پنجم ممکنه باشه، ولی به هر حال ما حداقلش اینه که از اون جایی که ما میخوایم بریم باید به اندازه کافی شناخت داشته باشیم. بعضی از بچه‌ها مثلا در مورد امریکا بسیار سرزمین وسیعیه و هر جای مردم خواستن برای خودشون رسما یه شهر ساختن و بسیاری از مثلا مشخصا دانشگاه‌های ایالتی توی شهرهای کوچیک واقع شدن. در این حال هیچ کدوم از اون شهرهای، اکثریت شهرهای امریکا، اکثریتشون اون ترافیک و اون یه جورایی چگالی بالای آدم ها رو ندارن. بنابراین ما واقعا باید بدونیم که کدوم شهر رو میریم. آیا واقعا اگر مسئله شهر اونقدر برامون مهمه، با دید بیشتری، با دقت بیشتری انتخاب بکنیم کدوم دانشگاه میریم، اون دانشگاه تو چه چیزهای قویه. اگر بالفرض مثلا من با یک دپارتمان اونقدر بزرگ است که اگر من با یک استاد راهنما به مشکل برخوردم، همون دپارتمان 1-2 تا استاد دیگه داشته باشه تو رشته من کار بکنن که من بدون اینکه لازم باشه شهرمو یا دانشگاهمو عوض بکنم به یه گروه تحقیقاتی دیگه ملحق بشم یا نه، اون دانشگاه امکانات به قول اینا پروفشنال دیولپمنت چقدر در اختیار من قرار میده که از دنیای بیرونم سر در بیارم، از کمپانیایی که من میتونم براشون کار بکنم سر در بیارم، چقدر در اتصال من به دنیای بیرون دانشگاه نقش ایفا میکنه و چقدر میتونه به من کمک بکنه. همینا رو میتونه از وبسایت دانشگاه پیدا بکنید. در این حال یکی از مهمترین انتخابای زندگیتون واقعا انتخاب استاد راهنماتونه.
با کی کار میکنید، این آدم سابقه کاریش چجوریه، گروهش چقدر بزرگه، چقدر پول داره، کجا مقاله چاپ میکنه و چه آدمایی باش کار میکنن، و آدمایی که قبلا باش کار کردن الان کجا رفتن. اینا همش مسائل مهمیه که شما باید لازم دارین در مورد هر شهر، هر دانشگاه و هر استادی که باهاش کار میکنید بدونید. واقعیتش اینه که به سادگی نمیشه یک معیار کلی در نظر گرفت. من متوجه هستم که برای اکثریت ما الان پذیرش گرفتن مهمترین معیاره، اما وقتی میایم اینجا به هر حال باید موقعی که اپلای میکنیم به فکر اینم باشیم که به هر حال زندگی ما وقتی میایم اینجا ادامه داره و خیلی چیزها ممکنه اونقدر که میخوایم باب طبعمون نباشه. بنابراین اگر معیارهایی هست، شهر باید اینجوری باشه، دانشگاه باید اینجوری، استاد باید اینجوری باشه، همین الان باید شما زمان کافی در اختیار خودتون قرار بدید تا مثلا موقعی که یک لیست از دانشگاه رو انتخاب میکنید با اطمینان خاطر، یعنی با حد اکثر اطلاعاتی که میتونید کسب بکنید، حالا لزومی هم نداره اطلاعات جامعی باشه، ولی یک ایده کلی در مورد اون جایی که میخواین برین داشته باشین. اگر به خودتون زمان کافی برین در مورد شهر، دانشگاه و استاد هم بیشتر میتونید تحقیق بکنید. در این حال تو این واقعیت اینه که شما نه تنها در محیط آکادمیک باید به زبان انگلیسی با بقیه در تماس باشید، سوال هاتون رو بپرسید، مشکلاتتون رو برطرف بکنید، درس ها رو گوش برید، هومورک ها رو بنویسید، در این حال شما دارید وارد یک فرهنگ متفاوتی میشید و به هر حال همونقدر که فرهنگ خودمون غنی پره و چیزهای مختلفی برای ارائه کردن به ما داره، همونقدر هم مردمان اینجا به هر حال چیزهایی دارن که شما میتونید ازشون یاد بگیرید و برای این یاد گرفتن احتیاج به برهم کنش با مردم دارید و برای این برهم کنش شما باید بتونید زبانشون صحبت بکنید. صحبت کردن زبان انگلیسی مطلقاً به معنای مسلط بودن به زبان انگلیسی یا مطلقاً به معنای داشتن لهجه ناب انگلیسی نیست. به این معناست که بتونید به طور مفید و مؤثر باهاشون صحبت بکنید و برای این کار ما نیازمند این هستیم که در یک زمان بندی مناسب رو توانایی‌های انگلیسی صحبت کردنمون سرمایه گذاری بکنید. شما وقتی می اینجا به هر صورت زبان انگلیسیتون تقویت خواهد شد، ولی هر چقدر آماده تر بیاین سریعتر راه میافتین. در این حال اگر از همین الان به خودتون زمان بدین که زبان انگلیسی رو بخونید، از هم برای نمره تافلتون هم بسیار راحت تر خواهد بود. مسئله شماره 7 اینه که اگر شما به خودتون زمان کافی بدید و اگر از الان پروسه اپلای کردنتون رو شروع بکنید، به شما کمک میکنه که منابع مالی رو هم دقیق بشناسید. شما فرصت این دارین که بدونید فرق فلوشیپ، اسکالرشیپ، تیچینگ اسیستنتشیپ، ریسرچ اسیستنتشیپ و همه اینا چیه. و اگر به یکی بهتون اعطا شد، شما باید در مورد چی کار بکنید، چه وظایفی دارید. و این خیلی ایده خوبیه که شما وقتی به یک دانشگاه خارجی وارد میشید بدونید که منابع مالیتون از کجا تأمین میشه و منابع مالی موجود اصلا چه چیزهایی خواهد بود. همه این کارها، یکی از سوالایی که برای بچه‌ها پیش میاد اینه که واقعا آیا ارزشش رو داره؟ آیا مثلا دوری از خانواده ارزشش رو داره یا نه؟ من میخوام به طور خیلی مختصر و مفید به این اشاره بکنم که با توجه به تجربه‌ای که ما داریم، واقعیت اینه که هر تجربه آموزشی رو نباید به عنوان مثلا هزینه کردن، بلکه به عنوان سرمایه گذاری باید بهش نگاه کرد. مسئله اول اینه که به هر حال از دید مالی بهش نگاه بکنیم. شما برای هر مرحله‌ای که در اینجا طی می‌کنید یه سری هزینه‌ها رو باید تقبل بکنید، از خریدن مدارکتون گرفته تا پرداخت اپلیکیشن فی دانشگاه تا اقدام برای ویزا و همه اینا. ولی من خوشحالم که بهتون بگم برای آدم‌های متخصصی مثل شما که میان اینجا و سخت کار میکنن و تمام سعیشون رو میکنن که موفق باشن، یک میتونم بگم چشمانداز روشن در آینده خواهد بود. چه اگر بخواید مثلا در اون کشوری که تحصیل کردین بمونید و چه اینکه تصورم اینه که اگر به ایران برگردین، به هر حال اینه که شما شاهد تجربه متفاوتی بودین. شما یک زبان جدید رو یاد گرفتین، شما با مردم‌های جدید و فرهنگ‌های متفاوتی گشتین، شما در تعدادی از بهترین دانشگاه‌های دنیا درس خوندین، آدم‌های متفاوتی رو دیدین، کنفرانس‌های مختلفی رفتین، مقالات مختلفی رو چاپ کردین و تمام اینها باعث میشه که شما انسان متفاوتی بشین، انسانی بشین که تجربه‌ای متفاوت از تجربه صرف این مثلا توی ایران موندن رو داشته. در این حال خیلی از بچه‌ها سوال میکنن که خیلی خب ما اگر چند سال بیایم اونجا بمونیم
موندن اون به چه صورت خواهد بود، بالفرض اگه تصمیم بگیریم بمونیم. واقعیت اینه که من در اینجا به این مسئله نمیخوام اشاره بکنم، ولی پروسه مثلا توی امریکا گرین کارت گرفتن یا اقامت خیلی راحت تر از اونیه که شما فکر میکنید برای کسانی که به هر حال متخصص به حساب میان، برای کسانی که بتونن، حالا من فقط اشاره میکنم از طریق NIW National Interest Waiver یا بخوان از طریق کار اقدام بکنن، همش فراهمه. و ضمناً کشورهای مثلا امریکا، کانادا، حالا بذاری من مشخصا در مورد امریکا صحبت بکنم، بازار کار بسیار بزرگی دارن و اگر شما تمام سعیتون رو بکنید که هم از لحاظ آکادمیک موفق باشین و هم از لحاظ نیمه های پنهان موفقیت که شامل مثلا نتورکینگ مؤثر و مفید میشه موفق باشین، 100% شما کار مناسب خودتون رو هم پیدا خواهید کرد. فقط میخوام بهش اشاره بکنم زمانی که الان صرف میکنید، استرسی که میکشید، زحمتی که به هر حال میبرید، تمام فشارهایی که روی خودتون و خانواده‌تون خواهد بود از لحاظ فکری و از لحاظ مالی، من فکر میکنم ارزش این تجربه متفاوتی رو که شما خواهید کرد داره. یه چیز دیگر رو هم براتون بگم که و این وبینار رو به پایان ببرم و اینه که خوشبختانه هیچ شعبده بازی این وسط در کار نیست. اینجا یک پروسه کاملا منطقی طی میشه. دانشگاه‌ها علاقه‌مند به جذب دانشجویان خوبن. دانشجویان خوب رو از طریق مدارکشون میتونن شناسایی بکنن. بنابراین شما اگر بتونید که مثلا مدارکتون رو به درستی و دقیقی آماده بکنید، شانس پذیرش گرفتن خودتون رو افزایش میدید. به اون من با خیال راحت به ضرس قاطع میتونم بهتون بگم اون اگر فرض بکنید مثلا پارتی بازی در کاره، ببینید همه جا یک چیزهایی هست که اون چیزها خیلی نمیخوام وارد بشم، ولی اگر شما اون مدارکتون رو درست آماده بکنید، با یک دید حرفه‌ای وارد مسئله بشید، مطمئن باشید تا حد خیلی زیادی شایسته سالاری برقراره و دانشگاه‌ها مجبورن برای اینکه به بقاشون ادامه بدن، برای اینکه موفق باشن، به جذب نخبه‌های جوانی مثل شما ادامه بدن تا اینکه پروژه هاشون پیش بره و تا اینکه به هر حال بتونید به تولید علم بپردازید. امیدوار هستم این وبینار به شما کمک بکنه تا خودتون رو جزئی از طبقه جوانان متخصص آینده به حساب بیارین و سعی بکنید که به هر حال اهدافی رو که دارید با پشتکار، با سخت کوشی و در عین حال با در دست داشتن و یا سعی برای کسب اطلاعات دقیق و درست ادامه بدین. براتون آرزوی موفقیت دارم. امیدوارم که این وبینار مورد توجهتون واقع شده باشه.